درود بر شما، حالتون چطوره عزیزایده؟ فیلم باحال و مهیجی که امروز براتون آوردم اسمش پارادمیک هست و اگر موافق باشید بریم سر وقت داستان فیلم. فیلم از اینجا شروع میشه، یه تصادف خونین و مرگبار. اما اصلا درباره تصادف و خون و خلاصه اینجور چیزا نیست. داستان فیلم در مورد اینه، یعنی آنخل. اون یه مرد اسپانیاییه که تو شیفت شب آمبولانس کار میکنه. اون زندگی نسبتاً خوبی داره. اونش اینه همیشه سرش تو تلویزیونه و گیم میزنه و از همه مهمتر یه زن زیبا به اسم وانه داره که یه خانوم واقعاً خوشگل و خوشندامه که از قضا آنخل وانه رو از ته دل دوست داره، اما وانه نه، اونم دوستش داره اما کم. حالا میپرسی چرا؟ به خاطر مشکلایی که آنخل داره اونا نمیتونن بچه دار بشن و همین باعث شده که وینایی خورده نسبت به آنخل سرد بشه و حال و حوصله رابطه با اونو نداشته باشه. خلاصه چند روز بعد آنخل آماده میشه و میره سر کار، اما ماشین آمبولانسشون یهو با این کامیون تصادف میکنه و درب و داغون میشه. چند ماه گذشته و الان میایم اینجا. به خاطر اون تصادف آنخل فلج شده و الان به این وضع در اومده. اون ریکاردو رو مقصر این اتفاق میدونه و هر وقتم که اون میاد تا یه سری بهش بزنه آنخل باهاش دعوا میکنه و پرتش میکنه بیرون، چون همین ریکاردو بوده که شب تصادف ماشینو میرونده. و آره دیگه، آنخل هم همه این اتفاقا رو زیر سر ریکاردو میدونه. فلج شدن آنخل باعث شده تا رابطه این دوتا مرغ عشق از اینی هم که بود بدتر بشه و آنخل هم یواش یواش احساس کنه وانه یک کاسه زیر نیم کاسشه، چون هر روز سرش تو گوشیه و هر از گاهی هم با این پسر چت میکنه. یا مثلا خودشو اینجوری خوشگل و خوشتیپ میکنه و به بهونه درس خوندن هر وقت دلش بخواد از خونه میره بیرون. آخه کی با این تیپ میره کتاب خونه؟ آنخل هم وقتی میبینه کار از کار گذشته دعیوس بازی در میاره و دست به کار میشه. اون قایمکی یه برنامه رو گوشی وانه نصب میکنه تا اینجوری هم تماسا و پیاماشو چک کنه و هم ببینه شبا که به قول خودش میره درس بخونه اون کجاها میره. آنخل از وقتی این برنامه رو نصب کرده 24 پشت لپتاپه و حواسش به کارای وانه است که اون کجا میره و با کی صحبت میکنه. اون حتی از داخل دوربین گوشیش هم میتونه وانه رو مخفیانه چک کنه. اما یه روز وانه متوجه این قضیه میشه و وقتی میره لپتاپش رو یواشکی چک میکنه میبینه بله اون تو تمام این مدت داشته ازش جاسوسی میکرده. وانه هم که حسابی پشماش ریخته دلش میشکنه. اون لباساشو جمع میکنه و برای همیشه آنخل رو ترک میکنه و از اونجا میره. چند ماه از این ماجرا گذشته. زندگی آنخل به یه روتین خیلی تکراری و خسته کننده تبدیل شده. برای خرید میره بیرون، میره فیزیوتراپی، تلویزیون نگاه میکنه، غذا میخوره و ساعتها همینطور میشینه و فکر میکنه. یه روز دیگه آنخل دلشو به دریا میزنه و میره محل کار وانه. اما اون میبینه با یه نفر دیگه وارد رابطه شده. حالا اون کیه؟ ریکاردو. آره ریکاردو. اون وقتی دیده وانه تک و تنها هست تصمیم میگیره با اون وارد رابطه بشه. اما این همه ماجرا نیست. آنخل میفهمه اونا چند وقت دیگه هم قرار بچه دار بشن، یعنی کاری که آنخل هیچ وقت نتونست انجامش بده و وانه هم بابت این موضوع از ته دل ریکاردو رو دوست داره. آنخل وقتی این صحنه ها رو میبینه انگار آبیه که ریختن رو آتیش. به خاطر همین تصمیم میگیره تا ازشون انتقام بگیره. یه روز دیگه اون میره محل وانه و اونو هر جور که هست میاره خونش. بعد این آمپولو اینطوری فرو میکنه و وانه رو بیهوش میکنه. چند ساعت بعد وانه به هوش میاد و خودشو با این سر و وضع میبینه. دست و پاش به تخت بسته شده و هیچ کسی هم نیست که کمکش بده. اما این همه ماجرا نیست. آنخل یه بی‌حسی خیلی قوی به پاهای وانه زده که وانه رو تو خونش حبس کنه و نذاره از اینجا فرار کنه. اما وانه خیلی باهوشه. یه شب اون این بطری رو محکم میزنه تو سر آنخل و کلی سر و صدا را میندازه. همین اتفاق باعث میشه تا همسایه‌های آنخل این صدا رو بشنون و بیان خونه آنخل تا ماجرا رو بفهمن. آنخل هم وقتی میبینه اگر همسایش این صحنه رو ببینه دیگه کارش تمومه، میزنه سیم آخر و همسایش رو میکشه. بعدش هم زنگ این یارو میزنه و اون میاد این قضیه رو جمع و جور میکنه.
چند روز بعد سر و کله ریکاردو پیدا میشه. اون میاد پیش آنخل و بهش میگه وانه چند وقتیه که گم شده. اما آنخل خودشو به اون راه میزنه و میفرستتش پی کارش. ریکاردو هم این موضوع باور نمیکنه. به خاطر همین زنگ پلیس میزنه تا برن خونه آنخل و ازش بازجویی کنن. آنخل هم واسه این که از دست ریکاردو فرار کنه میره و دست به کار میشه. حالا چی کار میکنه؟ اون قایمه که میاد خونش یه آمپول آرامش بخش دیگر رو دوباره اینطوری فرو میکنه و اونو بی‌حس میکنه. بعدش هم این چیزها رو با قیف میرزه تو دهنش و اونو میکشه. بعدش هم این بطری الکل رو میذاره اینجا تا اینطوری وانمود کنه که ریکاردو به خاطر الکل اووردوز کرده. ای دعیوس. روزا و هفته ها همینطور میگذره. وانه با بچه تو شکمش هنوز اینجاست و رسما زندانی شد. اون که میبینه اگر اینجا بمونه هم خودش میمیره و هم بچهش تلف میشه، میره تا از اینجا فرار کنه. به خاطر همین یه شب که آنخل خونه نیست دستبنداشو باز میکنه و از خونه میاد بیرون. اما یهو سر و کله آنخل پیدا میشه. حالا وانه بود و آنخل بود و این بود و اون بود و آنخل میاد تا هر جور که شده جلوی وانه رو بگیره. اما اون آنخل رو از اینجا پرت میکنه پایین و از دست این آدم روانی خودشون نجات. چند مدت گذشته و آنخل به این تبدیل شده. یه فلج کامل که فقط قلب و مغز و 2 تا چشش کار میکنه و کامل فلجه. اما نکته پشمیزون ماجرا اینه که یه روز همین وانه خودمون میاد دنبال آنخل و از اینجا میبرتش بیرون و فقط خدا میدونه که وانه قراره چه بلاهایی سر آنخل بیاره. اینم از این ویدیوی خفن. تو این ویدیوی کنار صفحه یه فیلم باحال دیگر رو بهتون معرفی کردیم که درباره یه دختر زیبا و خوشگله که همه آدمای دور و برش دوست دارن باهاش رابطه داشته باشن و بهش تجاوز کنن. پس حتما رو این ویدیو بزنید تا ماجرای این دختر عجیب و غریب رو هم متوجه بشید. ویدیوی بعد میبینمتون. خدا نگهدار.